فرزند من هستی، من تحمل ندارم. بس کن، چقدر گریه میکنی؟ چشمان تو کور شد، 4 شبانه روز چی دیدن؟ ما دروازه های کوچک گناه را پیدا کردیم ولی این دروازه بزرگ الله را پیدا نکرد. پرده از تمام عیبها و گناه های من و تو برمی‌دارد. چی میشود؟ پیش مادر رسید، گفت مادر جان الان بچه توبه کرده است، الان بچه تو توبه کرده. مادر میگه مادر جان همین پایت بلند کو، در سر روی می یک دفعه بار. جوان در مدینه بود، عمرو بن صالح میگوید رضی الله تعالی عنه که این جوان مادر خیلی پارسا و عابده ای داشت، ولی این جوان آنقدر سرکش بود، مثل جوانان دور از شما عزیزان باشه، مثل یک عده جوانان که امروز چقدر سرکش است، به عالم دشنام میدهند، به خدا دشنام میدهند، به پیامبر دشنام میدهند، به دین دشنام میدهند، به کتابها دشنام میدهند، تمسخر میکنن سر دین، تمسخر میکنن سر علما. چقدر این جوانان این گونه زیاد هستند، تمام روز در معصیت، تمام روز به نافرمانی، تمام روز به سرکشی، تمام روز به خشم خدا مصروف بود. هر وقتی که از معصیت برمیگشت پیش مادر خود میآمد، مادرش برش میگفت فرزنده مرگ را به یاد بیاور که ناگهان میآید، فرزنده آخرت را به یاد بیاور که روز قیامت حساب کتاب وجود دارد، فرزنده از خدا بترس که خدا تمام گناه ها را می نویسد، هیچ چیز از پیش چشمان اون غایب نمیماند. ولی این جوان همیشه به مادرش میگفت مادر من گناه میکنم تا پیر شوم، همین که پیر شدم باز در توبه باز است، میرم به سوی خدا توبه میکنم. خیلی ها میگن این حال وقت است، ما وقت داریم، الان کجا هستیم؟ جوان هستیم. توبه جوانی پیش خدا ارزش دارد جوان عزیز، توبه جوانی پیش الله ارزش دارد. این توبه را الله دوست دارد، این توبه پیغمبری هست. توبه جوان را الله بسیار زیاد دوست دارد. با توبه یک جوان الله میتواند یک کشور را متحول بگرداند. این جوان در مدینه آنقدر نافرمانی و سرکشی کرد، هر وقتی که مادرش برش میگفت پسر عزیز جانم توبه کن، عزیز جانم دیگر گناه نکن، این به مادرش میگفت خاله عمر دراز است باز توبه میکنم، عمر دراز است با توبه میکنم. روز از روزها یک عالم، یک واعظ که خیلی سخنران مشهور بود در سرزمین حجاز، از سرزمین حجاز رفت در مدینه، نامش ابو عامر بنانی است. این واعظ در صفت و صفت ابن جوزی عزیز زیاد نام برده، خیلی عجیب وعظ میکرد، در سخنرانی هایش خیلی ها توبه میکرد. هیچ چقدر کرم است. ماه مبارک رمضان وقت ابو عامر میره و در مدینه، اهل مدینه شنیده بودن که این واعظ خیلی چیره دست است، صحبتش خیلی درد دارد، لهجه مردی که دارد بوی دوست عالم را میکشد تا کوی دوست. از ابو عامر خواستن که برو سر منبر نبی علیه السلام یک سخنرانی بکن. ابو عامر رفت، گفت مردم شهر را جمع کنین. همه مردم شهر جمع شدن. این جوان هم در لیست این مردم شهر مدینه آمد در سخنرانی ابو عامر. وقتی در سخنرانی نشست، ابو عامر چنان صحبت کرد، چنان از عذاب خدا و چنان از بهشت توصیف کرد، از رحمت خدا چنان گفت که این جوان آنقدر متحول شد زمینگیر شده بود، آنقدر گریه کرد که صدایش از کل مجلس بلندتر شده بود، صدایش بلند شده بود. از این حالت سخنرانی ابو عامر تمام شد. تمام شدن سخنرانی ابو عامر در همون زمان توبه کردن این جوان همون زمان حرکت کرد، به گریان آمد به سمت مادرش. وقتی به پیش مادر رسید گفت مادر جان الان بچه توبه کرده است، الان بچه تو توبه کرده. مادر من این توبه را به شوخی نکردم، من این توبه را از ته دل کردم، باز نمیگردم به سوی گناه. امروز هم تو بگو باز نمیگردم به سمت گناه، به سمت گناه باز نگرد، توبه گربه‌ای نکن. بسیار عفو میخوایم، پیشگم توبه میکند، همین که موش را میبیند همه چیز یادش میرود. ما توبه بکنیم، توبه نصوح از ته دل که خدایا بر نمیگردم به سمت گناه، ولی خدایا من ضعیفم، تو خود مرا کمک بگردم. این جوان میگه رفت داخل خانه رفت، دروازه را بسته کرد، شروع کرد به گریه کردن.
سجده میکرد و گریه میکرد، سجده میکرد و گریه میکرد. میدونین که چی میگفت در دعایش میگفت خدایا تو جوانی دادی، توانایی دادی، وقتی که خیلی توانایی دادی، قوت دادی، نافرمانی رو تو را کردم، الان که ضعیف شدم به سمت تو آمدم. خدایا وقتی که من تند و تیز بودم تو را به خشم آوردم، الان که ضعیف و ناتوان هستم آمدم به سمت تو. خدایا میگه این دعا رو میکرد، آنقدر گریه که 4 شبان و روز مادر میرفت غذا رو پیشش میگذاشت ولی غذا نمیخورد، لب به غذا نمیزد و گریه میکرد. میگفت من میدانی مادر جان که چقدر سرکشی کردم، چقدر الله مهربان و جانان خود را به خشم آوردم. مادر در روز 4 یا 5 میره در داخل اتاق که این جوان سر به سجده انداخته است، گریه میکند. میگه وقتی که سر از سجده بلند میکند چشماش پوچ شده از اینکه که گریه کرده، چشماش پوچ شده از اینکه که گریه کرده. میگه به طرف مادر خود نگاه میکنه، گفت مادر جان. مادر برش میگه ای عزیز جان من به خاطر خدا بس کن که قلب مرا تکه تکه کرد، تو فرزند من هستی، من تحمل ندارم، بس کن. چقدر گریه میکنی، چشمان تو کور شد، 4 شبانه روز چیزی نخوردی. جوان دست مادرش میگیره میگه مادر جان از این روز مرا تو بیم میدادی، مادر جان از این روز که قرار از این روز شاید روز مرگ من باشد، از این مرگ منو بیم میدادی. مادر میگه بله فرزندم، از مرگ تو بیم میدادم که مرگ میآید، تو تنها میروی، هیچ که در کنار تو نیست، نه معشوقای دنیاست، نه فرنده هاست، نه پابجی هاست، نه موبایل های آیفون است، نه موترهای آخرین سیستم است، نه مال دولتت است، نه لباس های مفشل تو است، هیچ به همراه تو نیست. تنها فقط 2 تکه لباس به نام کفن داری، جیب نداره، به همراه از این میروی. جوان به مادرش میگه مادر جان یک خواهش از تو دارم، این خواهش مرا پورا میکنی؟ مادر میگه فرزند از جانم شیرین تر شده که تو توبه کردی، بگو هر چی میخوای. گفت مادر جان از جای خود بلند شو. مادر از جا بلند میشود، جوان سر خود به زمین میمانه. میگه مادر جان همی پایت بلند کن، در سر روی می یک دفعه بار. چرا ای بند ای آسی در این درگاه نمی آیی، چرا وقت پریشانی به سوی ما نمی آیی. جوان به مادرش میگه مادر جان تو از جای خود بلند شد، همین پایت به صورت می یک بار شاید همین حالت خاری و ذلت مرا الله ببیند که سر من به زمین است و پای تو به صورت من است، شاید الله به من رحم بکنه. و الا آنقدر نافرمانی کردم که دیگر حد نداره. مادر پای خود را می آورد به صورت جوان می گذارد، همین که پای این مادر به صورت جوان گذاشته می شود، جوان جان به جان آفرین تسلیم میکنه. جوان جان به جان آفرین تسلیم میکنه. مادرش بسیار افسرده و غمگین و گریه، تا اینکه جوان رو میبرن به خواب میسپارن در همون مدینه رسول. مادر همین شب جوان رو در خواب میبیند، ماه مبارک رمضان است. همین شب جوان را در خواب میبیند، پرسان میکنه ای جوان این همه سرکشی، این همه طغیان، این همه نافرمانی، این همه خشم خدا با تو چی معامله کرد؟ جوان میگوید مادر جان اون همه گناه، اون همه معصیت، فقط 4 روز عبادت خدا، 4 روز گریه از ترس خدا. مادر جان بلندترین مقام در جنت الله نصیب من گردانید. بلندترین مقام در جنت الله نصیب من گردانید. پس چه لطف حضرت حق سبحانه و تعالی هست که در حق این امت شده. پس عزیزای دل بیاییم برگردیم به سمت الله، بیاییم امروز تعهد بسپاریم به الله
که خدایا اخلاق ما را نیک بگردان، خدایا دست ما را از گناه بگیر، خدایا بی‌نمازی ما را توفیق بده، خدایا روزه نگرفتن های کسایی که روزه نگرفتن توفیقشان بده، خدایا اگر به شراب آلوده هستن دیگر شراب نمی نوشن، خدایا هر گناهی که تو را آزرده کرده دیگر نمی کنه. ان شاء الله این تعهد شما و این توبه که فقط در 1 ساعت انجام دادید 100 سالم گناه کرده باشه عزیز دل همه را میشوید، همه را پاک میگرداند. بگو الله اکبر. تو نگو جامعه خراب است. در جامعه‌ای که ابراهیم خلیل زندگی میکرد خیلی خرابتر از این جامعه بود، همه کافر بودن. تو نگو خانواده من مشکل دارد. پدر ابراهیم بت تراش بود، بت پرست بود، مادرش هم کافر بود، مسلمان نبود. حضرت ابراهیم خلیل در خانه بزرگ می شود که پدرش بت تراشی می کند. ابراهیم خلیل در جای رشد می کند که تمام این شر مکدر و آلوده هست، اما اشتکی را به دل دارد چون ابراهیم می داند که خدای دارد، ابراهیم می داند که ذات دارد و خالق دارد که قدرتش ما فوق قدرت جهان است. در میان همون سرزمین بابل که در عراق واقعیت دارد قرار دارد، حضرت ابراهیم خلیل امام الموحدین می شود. امام الموحدین. یوسف در کجا رشد کرد؟ با آواز بلند میشد در مصر، در خانه کی؟ خانه زلیخا، قصر عیش و عشرت، قصر شهوت، قصر خواسته ها، قصر غفلت، قصری که خدا در اونجا نبود. یوسف در مصر رشد کرد که همه کافر بودن، ولی یوسف میدانست که خدای دارد. یوسف میدانست که الله مرا تنها رها نمی کند. یوسف میدانست که من به تنهایی روز خواهد شد که الله رب العزت و الجلال مرا عزیز مصر بگرداند. او تکیه کرد به الله خود، او از الله کمک طلب کرد. وقتی زلیخا از پیش چیزی خواست چی جواب گفت؟ بلند چی گفت؟ نشد چی گفت؟ بلندتر معاذ الله، معاذ الله، پناه بر خدا. الله هم پناهش داد. میدانیم که پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ رسول صلی الله علیه و سلم میگه دروازه توبه 70 سال از این طرف دروازه تا آن طرف دروازه طول دارد. چقدر؟ 70 سال یک اسب تیزرو بدود از این طرف دروازه تا اون طرف دروازه توبه را نمیتواند که طی بکنه. 70 سال این دروازه توبه طول دارد و عرض دارد و فراخ است. عزیز من، ما دروازه های کوچک گناه را پیدا کردیم ولی این دروازه بزرگ الله را پیدا نکردیم. ما دروازه های تاریک را در شبهای تاریک، در سختی ها، در مشکلات دروازه های گناه را پیدا کردیم ولی این دروازه فراخ توبه را پیدا نکردیم. این دروازه توبه بروی ما باز است. 70 سال. ان الله یقبل توبه العبد ما لم یغرغر. این وعده را نگاه کن، این مهربانی را ببین، این عطوفت را ببین، این ترحم و شفقت را ببین. الله چی میفرماید؟ ان الله یقبل، الله قبول میکند توبه بنده خود را تا زمانی که نفسش به گلولش برسد. این حدیث در مسلم است. الله رب العزت و الجلال گناه بنده را قبول میکند تا وقتی که نفسش به گلولش برسد. و در روایت دیگر میاد ما لم تطلع الشمس من مغربها، الله توبه بنده را قبول میکند تا زمانی که آفتاب از مغرب طلوع نکند. این مهربانی در کجا هست؟ مکن کاری که بر پا سنگت آید. میگه کار نکن که با سنگ زده شدی، کار نکن که الله تو را یک روز بگه بنده نیستی، خسته کردی، بنده نیستی. نکن کار را، چون شیطان آنقدر گناه کرد که الله دیگر از بندگی، از لیست بندگیش حذفش کرد. مکن کاری که بر پا سنگت آید، جهان با این فراخی تنگت آید. چو فردا نام خوانان، چو فردا نام خوانان، تو
از نام خواندن ننگت آید. روزی که این نامه ها باز شود، نامه های ما روز قیامت باز شود و اذا الصحف نشرت، وقتی این نامه های اعمال باز شود، بسیار بندگان آرزو میکنند خدایا نخوان، خدایا نخوان که آبروی ما میرود. این نامه ها باز شود. چه روز است؟ یوم تبلی السرائر، روزی که الله پرده از اسرار خلایق بر میدارد، پرده از تمام عیبها و گناههای من و تو بر میدارد. چی میشود؟ هستن بندگانی که روز قیامت چی میگن؟ یا لیتنی لم اوت کتابیه، ای کاش این کتاب به من داده نمیشد. پیش از این که فرشته ها نامه های ما را بخوانند، چو فردا نامه خوانان نامه خوانند، تو را از نامه خواندن ننگت آید. کس آماده نباشه که نامه اعمالش باز شد. هنوز فرصت داریم، هنوز منم نفس میکشم، تو هم نفس میکشی، هنوز من هم میگم سبحان الله، تو هم میتوانی بگویی سبحان الله، هنوز من میتوانم بگویم استغفر الله، تو هم میتوانی بگویی استغفر الله، هنوز من هم میتوانم بگویم الله اکبر، تو هم میتوانی بگویی الله اکبر، مادرم میتواند بگوید الله اکبر. پس چرا نمیگیم؟ چرا این زبان ها لال شده؟ چرا این زبان ها یاد الله را نمی کند؟ فرصت به ما داده شده، چون از این فرصت ها استفاده نمی کنیم؟ وقتی که رمضان تیر شد باسی میگیم ای کاش عبادت میکردیم، چه سود دارد؟ ای کاش توبه میکردیم، چه سود دارد؟ الان که هست الله برای تو میگه توبه کن بنده.